الرحمن الرحیم. ما امروز به ولایت کاپیسا بلکه به کوبندای کاپیسا آمدیم و اینجا بزرگا و سفیدای قوم امروز ما ایستاد هستند. افراد بسیار زیاد مستحق و بیچاره، مریض، معیوب، یتیم به ما معرفی کرده. آمدیم همین کمک ها را خدمت کمکی که بیادرها و خواهرها بر ما رایی کرده تقدیم اجرا کردیم. اما می برایان هستند و سران هستند هزار تشکری که تویست یه نکته دو دست جه امی امای کمک آتی الله مطالعه میست از اجر پاداش نصیب کریسی. آیسی هم همین را برای ما داری میگفتیم. فارسی هم بگویم. بله. او برادرای خواهرایی که به منطقه ولایت کاپیسا و ولسوالی کوبن یا کمک آوردن الله متعال کمک از یار به درگاه خود قبول بگردانند.